سلام و درود، عشقای داشتمیر. بچه امروز اومدم یه گانو براتون تست کنم با 2 تا لجند مختلف. لجند اول که فریه و احتمالاً خودتون یه گوزهشو گرفتید و دارید پازلشو پر میکنید. پازلش هم 200 تا فکر کنم میخواست تا پرشه، ولی 117 که خودش 500 تا میخواست. اومدم اینو براتون تست کنم چون فول گردونش هم خودم داشتم، فول گردونه یه لجند دیگهش. این چیه؟ گوسفنده. و اومدم ببینم کدومشون بالتره و قدرتاشون چقدر با هم فرق میکنه، ریجستری و ایم و چیزای مختلفشون. این لجند فریه که خیلی هم شبیه دیل موزیکاله، انگار بچه‌شه، یکم ریزه میزه تر و یه آرون ساید خیلی باحالی داره که من خیلی خوشم اومد. خودم دیل موزیکالو خیلی دوست دارم سبکشو و اینم مثل بچه‌شه. خودم که نشد با دیل موزیکال پلی بدم تا حالا، این پلی دادم رو اکانتم نبوده، اینجوری بگم بهتره. و انشالله در بعد که اکانت دیگه بگیریم انشالله باش گیم پلی جالبم براتون در بیاریم. و حالا از بحث دور نشیم، از بحث اصلی که این گانه خیلی خفن بود و اگه نگرفتید حتما برید بگیرید و تستش کنید و میفهمید من چی میگم، چقدر باحال این گانه. یکی از مشکلات اساسی که خود CRA Max داره هیپ فایرشه. هیپ فایر خیلی قوی نداره که نصف رایفل ها اینطوری هن. اکثرا خب رایفل برای هیپ فایر دادن ساخته نشده، ولی خب بعضی از رایفل ها مثل گرا و 250 و حالا چند تا رایفل دیگه 117 همین الان منو زده آره هیپ فایر باحالی دارن و این گان نداره. مشکلش اینه وگرنه رنجو خیلی قشنگ میزنه، یکم حالا تیر بیشتر میزنه بین این، رنج هم قشنگ میزنه چون لگه دارم این نمیندازه گان. و در کل میشه گفت ارزش تست رو داره، چون میدونی هر گان باید به استایل پلی بازیکن بیاد. بعضی هستن مثلا همچین گانایی رو برمی‌دارن اصلا نمیتونن باش بازی کنن، ولی سری هستن با همین گانا راحت تر بازی میکنن. مثلا من خودم گانای بافو مثل یوزی برمی‌دارم اصلا نمیتونم پلی بدم باش، ولی همچین گانی رو برمی‌دارم راحت تو رنگ باش کیل میگیرم. حالا بریم سراغ لجند بعدی. هرچی از باحالی این گام بگم کم گفتم. حالا این لجندشو شما بیا ببین، خیلی کیل افکت سمی داره، یه گوسفند داره یارو رو میخوره و نمیدونم فاز اکتیویژن از ساختن اینا چیه، ولی خب انقدرم بد نیست، میشه گفت میشه تحملش کرد. ولی ایمش خیلی خوبه این لجنده. قبلی اگه به قبلی مثلا 8 از 10 بدم به ایمش، اینو 10 از 10 میدم چون خیلی بازه و راحت میشه زد. یک سری از لجندا یه آیرون سایز دارن که اصلا کمک میکنه انمی رو بزنی، از دیفاتش خیلی بهتره. بعضی هم حالا یکیه، این فرقی نمیکنه، ولی این یکی واقعا تاثیر داره، دیفاتش نمیشه انقدر خوب پلی داد. یا بعد اون لجند فریه رو داشته باشی پازلشو پر کنید 200 تاشو، یا هم که یه فریز رو زده باشید. ولی دیگه حالا که به قولی لجند فریش اومده دیگه ارزش فول نداره این گان. حالا هر چی بیاد متیکش هم بیاد دیگه ارزش فول نداره. حالا یکم از شیپمنت و فریفورا با اون باتا دور شیم چون دیگه محض تست بود. فقط اومدیم اینجا دیگه یک تست اساسی تری بکنیم، ببینیم آقا جلوی انمیایی که میخوان بخورن چه اتفاقی میفته. انمیای رنگ سگ که قصد لیدربورد رفتن رو داشتن الان و یه تستی گرفتیم. نه حاجی باحال. راستی این مود رو پلی دادید بچه‌ها؟ مود کنترل جدید اضافه شده. من اولش گفتم این چه مود شعریه و نمیخواستم پلی بدم. آقا یه دست بذاریم حالا ببینیم چی میشه و خیلی باحال بود. واقعا حال کردم. مگه قرار نبود تست کنیم گانو؟ چرا دارم چیز میزنم؟ خب ولش کن. آره خلاصه اینجا خیلی مود باحالی بود و پیشنهاد میکنم تستش کنید یک بار مود رو، حتما خوشتون میاد و ممکنه در آینده جای سرچ هم بگیره حتی. دو دقیقه پیش بهتون گفتم رنج میزنه، خب اینم مدرکش اینجا آوردم براتون. فقط نگاه کن رنج رو چقدر تمیز میندازه.
بچه اگه شما هم هاردپوینت یا تیم دسمچ پلی میدید این کلاسه رو بذارید. اسمش الان یادم نیست حقیقتا، دروغ چرا، ولی خب حالا این دو کلته این چه شعریه قشنگ معلومه دیگه، من ربطی نداره، اسمشو برید خودتون در بیارید. خیلی کلاس خفنیه، یعنی قشنگ تو هاردپوینت تو میشه باش جمع کرد، هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. فایر ریتش از هر گانه بیشتره، بعد دو شاته، یعنی دیگه انگار مثلا فنکو با اودن ترکیب کردی شده. و آره اینجا والبنگ میزدم یورو داشت دیوونه میشد، گفت از کجا داره من میزنه. و حاجی دمیج گانو ببین، دمیج گانو ببین، هدش خیلی دمیج میده، 3 تیر فکر کنم اگه هد بخوره، ولی دمیج والبنگش افتضاح و فاجعه است اینطوری بگم. اشتغالی داشتم داریم به آخره ویدیو نزدیک میشیم و اگه از ویدیو خوشتون اومد یه لایک مرامی بزنید. نظراتتون هم درباره ویدیو تو کامنت ها برام بنویسید، چون به قولی تازه یوتیوب شروع کردم و نیاز دارم به نظراتتون که ویدیوهای بعدی رو چجوری بسازم. تا ویدیو بعد فعلا.